یه شب طوفانی تو نیوزلند، یهو آسمون قرمز شد. نه با غروب، نه با شفق قطبی، بلکه با نورهای عجیبی که از دل طوفان به سمت بالا پریدن. مردم گفتن جن‌های سرخ اومدن، اما دانشمندا گفتن اونها اسپریت هستن. اون آذرخش فضایی که به زمین نمیزنه، بلکه از بالای طوفان میره سمت مزوسفر تا ارتفاع 90 کیلومتری. فقط چند میلی ثانیه دیده میشن، ولی اون لحظه انگار آسمون داره نفس میکشه. اسپرایت ها معمولا قرمز یا نارنجی هن. شکلشون میتونه هویجی، شاخه‌ای یا ستونی باشه. این پدیده اولین بار سال 1989 به طور رسمی ثبت شد، ولی تو افسانه‌های قدیمی قرن‌هاست که بهش میگن ارواح آسمانی یا جن‌های سرخ. دانشمندان میگن این نورها حاصل تخلیه الکتریکی بین لایه‌های بالای جو و میدان الکتریکی شدید ناشی از رعد و برق‌های قدرتمنده. برخلاف رعد و برق‌های معمولی که به زمین میزنه، اسپرایت‌ها به بالا میرن، انگار آسمون داره با فضا حرف میزنه. طوفان‌های اخیر نیوزلند باعث شد این پدیده نادر دیده بشه و عکاس‌ها موفق شدن ثبتش کنن. هنوز خیلی چیزا دربارش ناشناخته است، ولی یه چیز معلومه: اونا از دنیای بالا میان، جایی که علم هنوز داره کشفش میکنه. اگه شب دیدی آسمون قرمز شد، شاید جن‌های سرخ دوباره برگشتن.